درود خدمت دوستان عزیز. باز کردن کمپرسور کویک با این ایراد که ماشین هر ماه گاز کولر کم میکرد که از قسمت کاسه 90 بود که این قسمت ما باز کردیم. همینطور که می‌بینید چرب کامل که این کاسه 90 باید کامل تا پایین عوض کنیم که مشکل حل شه. کمپرسور کولر کویک رو باز کردیم که نشتی خیلی ریزی داشت از قسمت کاسه 90 که ما کمپرسور رو کامل باز کردیم. این قسمت فیلترش هم کامل ما عوض میکنیم که سرما چند برابر شه. اتمام کار کویک که ما کمپرسور کولر رو بستیم و با دستگاه تمام اتومات شارژ گاز انجام دادیم که لوله عالی یخ شده که برای تست سرما عدید این از تست سرمای کویک 2 درجه 1 درجه و منفی سرما خیلی عالی.